اگر آهنگ احمد ظاهر بلدی چقدر زیبا میخوانی. اگر آهنگ مرتضی پادشاهی بلدی چقدر زیبا میخوانی. اگر آهنگ محمد رفیع بلدی چقدر زیبا میخوانی. اگر لتا منگیشکر شدی چقدر زیبا میخوانی. این را بدانی اگر بدون توبه از این جهان بروی فقط جا به جهنم است، دیگر پیام ندارد. وقت داخل قبر میشه و از هر طرف مار و گشتم به سراغ تو میآید، ولی اون فقیری که حافظ قرآن است موتر آخرین سیستم نداره، حتی بایسکل هم نداره، لباس در تنش نیست، کسی اون را نمیشناسد، تحقیرش میکنن، توهینش میکنن، لقمه نان ندارد. امروز بعضی ها چی میگن؟ حافظ قرآن شود فرزند من چی میشود؟ مؤذن مسجد. الله اکبر. با اینکه دکتر بشود. بلال دکتر بود، ابوبکر صدیق دکتر بود، خالد ابن ولید دکتر بود. با اینکه انجینر بشود، من نمیگویم که دکتر شدن بد است، خیلی هم خوب است، اما اونهایی که از قرآن اعراض میکنن، از قرآن روگردان هستن که با فرزند من پول به دست بیاورد. پول. خیلی ثروتمندان بودن که پول به دست آوردن ولی ملک الموت فرصتشان نداد، قصرشان ناتمام رنگ نشده ملک الموت به سراغشان رسید. پول دارن دلشان آرام نیست، پول دارن فرنیچر دارن، تخت خیلی بلند، 40,000 50,000 تخت خریدن، سر تخت خوابن خوابشان نمیبرد. بهترین غذا دارن، از گلومشان آرام پایین نمیرود. چرا؟ آرامش به غذا نیست. عزیز من، محمد رسول الله غذا نداشت ولی آرام بود. عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید 2 ماه پی در پی از خانه پیامبر دود دیگدان بلند نمیشد. ما خال داشی میخوریم، ما خال کباب میزنیم. رسول الله 2 ماه پی در پی از خانه رسول خدا دود دیگدان بالا نمیشد، اما به چنان آرامش زندگی میکرد. 11 دانه همسر داشتن، نان خوردن نبود در خانه ایشان، ولی چنان آرامش درون داشتن، چون غذای روح نان نیست، غذای روح داشی نیست، غذای روح موتر آخرین سیستم نیست، غذای روح بهترین قصر و تعمیر نیست، غذای روح یاد خداست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. با خبر ای بندگان من، الله میفرماید با خبر ای بندگان من، اگر میخواهین روحتان آرام شود، اگر میخواهین با زنانتان صلح کنین، اگر میخواهین خانهتان صفا و صمیمیت و محبت و مودت باشد، اگر میخواهین فرزندانتان به سخنتان گوش بدهد، اگر میخواهین فرزندانتان با ادب باشند، اگر میخواهین فرزندانتان با احترام باشند. دیروز فرزند یکی از علمای سرشناس این سرزمین که خودش شهید شده و پیش من آمد، روی یک کاری بود، به خدا قسم از دقیقه‌ای که این جوان پیش من نشست، من نامش بگیرم، حیات الدین صاحبی رحمت الله علیه. فرزندش دیروز پیش من روی کار آمده بود، چند دقیقه پیش من چیش، من از شرافت اون، از احترام اون، از ادب اون، از الفاظ اون، از محبت اون، از آرامشی که در درون خود داشت، از تقوا و پرهیزگاری، از چهره با نور اون آرام شدم، درس ها گرفتم. بیا عزیز من، این گونه فرزند تربیه کن که هیچ وقت نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما، مردن اونهایی که ایمان نبردن، مردن اونهایی که خدا نداشتن، زنده هستن و جاودانن اونهایی که الله داشتن. هنوز مولانا میشناسی؟ بهترین شفاخانه مولانا جلال الدین بلخی، مکتب نامش مولانا جلال الدین بلخی، پهنتون نامش مولانا جلال الدین بلخی. این مولانا چی داشت؟ پول، موتر آخرین سیستم. یک مسافر بیچاره‌ای بود، از سرزمین بلخ راندنش رفت به قونیه ترکیه، ولی مولانا دل داشت، دل، اهل دل بود، نه اهل گل. امروز یک عده اهل گلن، وقت صحبت عالم میشود میخندن، وقت صحبت عالم میشود تمسخر میزنن، نمیدانن مرده ان دلهایشان، نمیدانن آنقدر خدا از اینها متنفر است، آنقدر زمین از اینها متنفر است که هر لحظه زمین از خدا میخواد خدایا اجازه بده که من سراغ شوم این را به خود
ببلعم. الله میفرماید فرصت است، بگذار اینها را که یک چند روز از دنیا استفاده بکنه، ولی عذاب من ان بطش ربک لشدید، الله میگه گرفت من خیلی سخت است. ان ربک لبالمرصاد، الله میفرماید من در کمین نشسته هستم، از کمین خدا کس خطا نمیخورد. چقدر زرنگ باشی کمین خدا تو را میگیرد، چقدر باهوش باشی از کمین خدا خطا نمیخوری، چقدر متخصص باشی تو را ملک الموت میرسد. پس عزیز دل من، جوانای بسیار گل من، پدران نازنین من که همه با نماز صبح اینجا آمدین، شما همه انسانهای نیک هستین. من این پیام ها را میدهم از اونهایی که مریض هستن. شما همه الحمدلله صحتمند است، همه صحت تقوا و ایمان دارید. این را بدانیم عزیزان من، اگر ما میخواهیم آرام شویم، اگر ما میخواهیم زندگی ما آرام شود، اگر ما میخواهیم برکت به زندگی ما بیاید، اگر میخواهیم شکایت از روزگار نداشته باشیم. امروز تاجرم پرسان کنیم حالی شد در بازار جان نمانده، فقیرم پرسان کنید جان نمانده، کسبکارم پرسان کنید جان نمانده، ولی بعضی ها را پرسان میکنید زندگی چطورست؟ میگه الحمدلله ایمان در زندگی من است، فرزند من نماز میخواند، دختر من نماز میخواند، همسر من نماز میخواند. وقتی نماز صبح پدر بلند میشود میبیند که دختر سر وضو هست، همسر سر وضو است، بنازم ای پدر من به تو که این گونه دختر تربیه کردی، بنازم به تو که این گونه فرزند تربیه کردی. وقتی السلام علیکم امام میگوید، پدر سلام دور میدهد، میبیند که در کنارش فرزندش سر نماز است.